آب چه نقشی در زندگی ایرانیان باستان داشت؟ نقش آناهیتا در باور مردم ایران باستان چه بود؟ این سوالها را با خانم شکوه میرزادگی در میان گذاشته ایم. خانم میرزادگی شاعر، نویسنده و فعال میراث فرهنگی هستند که در سالهای اخیر نقش بسزایی در بازشناسی فرهنگ و تمدن ایرانی ایفا کردند. خانم میرزادگی خیلی ممنون از این که دعوتمون رو قبول کردید برای انجام این مصاحبه. اگر امکان داره بفرمایید که نقش آب در زندگی مردم در گذشته‌های دور چی بوده و ایرانیان چه نگاهی به آب داشتند؟ برای اینکه اثبات کنیم که فرهنگ ایرانی به طور کلی از دیرباز در فرهنگ ایرانی آب بسیار مقدس بوده، کافیه که اشاره‌ای داشته باشیم به خدازن ایرانی آناهیتا. در دوران باستان که خدایان زیادی داشتن، رومی ها، چینی ها، یونانی ها و ایرانی ها، آناهیتا از معدود خدایانی بود که با آب، یعنی در واقع نگهدارنده آب بود. و ایرانی ها در مذهب خودشون، در مذاهب مختلف، مذاهب زرتشتی، میترایی و غیره، همه آناهیتا رو به عنوان خدای آب، خدای زایش و خدای آبادانی نیایش میکردن و قبول داشتن. و در واقع این از اونجایی که در مذهب وجود داشت، این مسئله نیایش آب، یعنی اعتقاد به پاکی آب و خاک و درخت، در فرهنگ ایرانی ها این مسئله جا افتاده بود. به خصوص این که حتی آناهیتا علاوه بر این که در تمام حضورش یا مجسمه هاش، هر چی در همه جشن ها وجود داشت، جشن های ایرانی، یک روز خاصی هم برای نیایش او وجود داشت که آبانگان بود، همین که شما نام برنامه‌تون هست و چه نام زیباییه. و در واقع نیایش آناهیتا مصادف بود با، همزمان میشد با نیایش آب و حفظ و پاکداری آب. اما این مسئله آب فقط در مذهب ما نبوده، یعنی فقط تقدسش نبوده، در کشورداری ایران نیز وارد میشه، به طوری که ما وضعیت بسیار پیشرفته‌ای در ارتباط با آب در مقایسه با اون زمان داشتیم نسبت به کشورهای دیگه. به همین دلیل ما همیشه چیزی رو که در فرهنگ ما وجود داره داشته، حفظ آب و خاک و گیاه بوده. و من فکر میکنم این حس فرهنگی که مثل ژن فرهنگ، به نظر من یه جور ژن بعضی چیزها در انسانها، اگر که بهش توجه بشه میتونه دوباره زنده بشه و توجه مردم رو به پاکداری و نگاه داشته حفظ آب و طرز استفاده از اون جلب کنه. چه اتفاقی افتاد که آناهیتا و اون فرهنگ احترام به آب از بین رفت؟ البته میشه تصور کرد که با حمله اعراب به هر حال فرهنگ هم دچار تغییراتی شده، اما خیلی از مسائل فرهنگی مثل جشن نوروز باقی موند. چگونه است که آناهیتا و مسائل مربوط به آبانگان و جشن‌های اون دوران به فراموشی سپرده میشه و اون نگاه احترام آمیز به طبیعت و البته به آب کمرنگ میشه؟ ببینید، مسئله بر سر اینه که بعد از همونطور که گفتید حمله اعراب، به دلیل اینکه کسانی حاکم می شدند بر سرزمین ما تا چندین قرن که اونها چیزی از کشورداری به اون معنایی که در اون زمان
وجود داشت، مثلا در روم بود، در ایران بود، یونان بود، اونها مطلع نبودن. فقط برای اینکه یکی مثلا خلیفه مسلمین بود میشد رهبر زمان ایران و اینها کشورداری رو بلد نبودن. ما ببینید در اون زمان، در زمان باستان، ماها بخش‌های بزرگی از منطقه‌های کشاورزی یا پردیس‌ها که به قول فرنگی یا پارک‌ها یا باغ‌های ایرانی، اینها همه با سیستم‌های آبیاری دقیقی، باز میگم همش تو گیومه باید بگم این مسئله مربوط به اون زمان، یعنی با توجه به زمان، بسیار خوب اینها آبیاری میشد. شما و بعدم برنامه‌های تشویقی داشت. خود رهبران مملکت، شاهان مملکت، اونها که مملکت رو میگردوندن، نقشش مؤثری داشتن. یعنی مثلا وقتی که کشاورزان رو، مردم رو میگفتن، تشویق میکردن که اگه زمین بایری رو آبیاری کنید، کشاورزی کنید، گیاه درش به وجود بیاد، ما شما رو برای چند نسل از مالیات معاف میکنیم. خب این پردیس ها، این باغ ها، این پارک ها، این کشاورزی آب لازم داشتن. این آب رو حکومت تهیه میکرد، مردم این کار رو نمیکردن. الان شما ببینین هر بلای میاد یا میگن مردم آگاهی ندارن، سرشون نمیشه. خب مردم مگه بهشون آگاهی دادین که سرشون بشه؟ یا این که میگن که خشکسالی شده. خب ما خشکسالی همیشه بوده در همه قاره های زمین و در ایران هم ما یه چیزی حدود 7000 ساله، یعنی درست پس از اون خشکسالی بزرگ ما مرتب خشکسالی داشتیم. یعنی همین وضعیتی که الان داریم، ما بخشای از کشورمون تره، بخشای خشک، بخشای میانه است، ولی اینها در اون زمان اداره می شده، یعنی درست با همین آب و هوا اداره می شده اونجا و آب داشتیم، کمبود آب نداشتیم. الان بندهایی که تو ایران وجود داره، شما ببینین آبشارهایی که در شوشتر وجود داره و مجموعه بندها همشون به میراث جهانی، فهرست میراث جهانی یونسکو رفته. اینها چیزهایی بوده که فکر پشتش بوده، تخصص پشتش بوده. ما تخصص نداریم. ما تو سازمان آبمون، سازمان محیط زیستمون متخصص به معنای واقعی نداریم. متخصصمون همه یا کنار نشستن یا آمدن بیرون مثل شما. ولی مسئله بر سر اینه که اون موقع میدونستن، بلد بودن چه کار بکنن و این رو در فرهنگ مردم هم فقط همطور که گفتم مذهبی نبوده، به مردم کارهای تشویقی میدادن، چیزی که الان وجود نداره. خب فکر میکنید چگونه میتونیم برگردیم به همون سیستم احترام‌آمیز، نگاه احترام‌آمیز به طبیعت، به منابع آب؟ همطور که گفتم الان این مسئله در فرهنگ ما وجود داره. ما میبینیم که اخیراً خیلی کم، البته با این مقدار کمی که آموزش مردم میبینن، یعنی ما در اروپا، در آمریکا و کانادا اینا شما میبینیم بچه‌ها از کودکستان، دبستان شروع میکنن بهشون آموزش میدن که با اون چیزی که طبیعت به اونها داده چگونه برخورد کنن و مهمترینش آبه، گیاه، همه چی. یعنی اینا به هم پیوسته است، اون چیزی که تو طبیعته و ما همچین چیزی رو نداریم. اما با این حال ما میبینیم مثلا چند ساله که بعد از اینکه روز جهانی کوروش هستش، جماعتی از جوونا بلند میشن میرن در پاسارگاد و آشغال‌ها رو، زباله‌ها رو جمع میکنن. یا اینکه ما دیدیم در چند سال پیش روز آبانگان مردم آمدن بیرون و جوانها آبپاشی میکردن، به هم آب میپاشیدن، یعنی همون کاری که در جشن‌ها میشد. و با این چیزها به راحتی میشه مردم رو متوجه کرد و کاری که الان شما در این برنامه آبانگان میکنین، با همین چند تا برنامه که من دیدم، این توجه مردم رو جلب میکنه، آگاهشون میکنه، علاقه‌مندشون میکنه به این که نسبت به اون چیزهایی که دارن توجه کنن. من قبول دارم که بدون این که
حکومت توجه کنه به این مسائل بسیار مشکله. ولی اگر این یادآوری ها و این آگاه سازی ها بشه، حداقل مردم آمادگی پیدا میکنن. همونطور که در ظرف این 10-15 سال گذشته بسیاری از چیزهایی به بازگشت به فرهنگ خودشون، من البته به بازگشت به گذشتگان هیچ اعتقادی ندارم، ولی بازگشت به اون بخش از فرهنگی که با امروز ایران امروز جهان خانایی داره. و مسئله آب هم همینطوره، مسئله توجه به طبیعت هم همینطوره. میشه با آگاه سازی این مردم رو به این سوکشون و بعد توجه داد کارشناسان رو به اون چیزهایی که ما داشتیم. همطور که گفتم هنوز قنات‌هایی که بندها، قنات‌ها و زهکشی‌هایی که در دوران باستان ما داشتیم هنوز دارن ازش استفاده میکنن. مثلا فقط 35 تا قنات در خارک که ازش داره استفاده روزانه میشه که همشون مربوط به دوران ساسانی هستن. خب میتونیم فکر کنیم حالا که سدسازی در دنیا معلوم شده که برای بسیاری از کشورها از جمله آمریکا به این نتیجه رسیده چیزی درستی نیست برای کشور ما، سیستم‌های دیگه‌ای رو درست کنیم، قنات هامون رو تازه کنیم، زنده کنیم. بگذاریم که قنات ها رو میرن لاروبی میکنن، همین بند میزان رو لاروبی کردن و زدن بخشی از اون رو نابود کردن برای اینکه با بیل‌های الکترونیکی رفتن. ولی به هر حال این امکان وجود داره و با تلاش جوانهایی که در ایران و خارج از ایران هستن و علاقه‌مندن به این کار، به نظر من خیلی میتونه در سرنوشت فردا ایران مؤثر باشه.